شما چند وقت معتادی آقا؟ ما عرضم به حضور گزارش 5 آشنایی. زنده باشی، خدا قوت. بله. بود بر شما. ما عرضم به حضورت پیگیر برنامه شما بودیم. عرضم به حضورت یه مقداری ما شاهد چیز بودیم. البته ما هم چیز شدن، مشکوک شدن. آره، همینجا اومدن آل جناب دستشون درد نکنه، ما رو همینجا چیز کردن، راهنمایی کردن. ببین الان شما معتاد نیستین یعنی؟ نه هیچی. چون من گزارش 5 رو همیشه نگاه میکنم، به هیچ عنوان من اصلا بسم گزارش 5 یعنی پسر جانم ایشون علامت گذاری بشه تستاشو بگیریم ببینیم اتفاقا. برنامه اشاره رو نگاه میکنه آقای سالار رو، احتمالاً به خاطر همون عرض شود که مشکل پیش میاد. بله. البته ما یه خورده خوشحال شدیم که شما رو دیدیم. عزیز ما خوشحالیم، ولی خب من خوشحال میشم شما رو جای دیگه ببینیم، یه جای خوب هم دیگه رو ببینیم ان شاء الله. شغل چیه برادر؟ ما شغل ما البته ما داشتیم فقط گزارش 5 رو دنبال میکردیم. بعد دنبال کردن گزارش 5 برادر؟ نه فقط شغل منه. نه اونجور نیستش.